وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسایه کردیم به بالای شما الغمام ابرها را و انزلنا علیکم المن و سلوى نازل کردیم از آسمان به بالای شما من یک چیز شیرینی را و سلوى دیگه پرنده ها را گفتیم با قلنا گفتیم کلو بخورین من طیبات ما رزقناکم از پاکیزه چیزایی که ما براتان دادیم و ما ظلمونا ظلم نکردن یهودی ها به بالای ما ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن بودن به نفسای خودان ظلم کننده. در اینجا الله متعال دیگه نعمت بیان میکنه. اینا وقتی که او طرف بحر تیر شدن میدان بود، میدان تی هست. خب و موسی علیه السلام گفت که بیاین بریم در قتال جبارین جهاد کنیم، عیسی را فتح کنیم. گفتن اذهب انت و رب، تو برو که پروردگارت بجنگیم، ما اینجا هستیم. خب الله 40 سال یار اینجا جزا داد. باز اینا دمی دشت بودن، هیچ چیز نیست، نه خانه نه زندگی، دشت است، ساحل بحر. گفتن ای موسی چی کنیم؟ خانه نیست، نان از کجا کنیم؟ دشت. الله متعال، الله می چقدر زمانه بوده، از آسمان به بالای از اینا رزقشان نازل میکرد. ابر نازل کرد بالای سرشان، غمام امو ابر بسیار نازک میگه که روشنی را از بین نمیبره و آفتاب شوایش اوسو میکنه. آرام زیر یک ابر نازک هوا معتدل شد. خب دیگه به بالایشان چی میامد؟ من امی تو یک عسل است، خب شیرینی با برف واره میامد، عسل بود از آسمان و اینا او را میگرفتن، سر به سر میشد، برف که مزی 1 متر شد، بازورا کتاب چی میکردن؟ او میکردن میخوردن و چیزش همون قسم میخورد، چندین چیز از جور میکردن، چند قسم خوردن، شیرینی باب و سلوا پرنده ها بود. پرنده ها میامد میشش ذبح میکردن، پخته میکردن، بعد می پخته میامد و مثل بودنه واری سمانایی میگن، یک چیز بود بسیار لذیذ. اینا خوردن و نانشان میامد و بیکار دیگه میگشتن. گفتن که ما ناسپاسی کردن، گفتن و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، یک قسم طعام است موسی، 24 ساعت نمیشینیم با گوشت خورده و گوشت پرنده با مردیم، میره تغییرات بده. گفت یه ذره گشنیج بکار است، بادرنگ بکار است، دیگه لوبیا و نخود بکار است، یک روز تغییرات بخورد، دل مارزت. گفت موسی علیه السلام گفت شما ظالما، نان تیار براتان میاد، تو ناسپاسی کنید. الله جزا داد، چیزا را بند کرد، گفت برین دشار کار کنین، برین. آمدن ذلیل و رذیل حال کار کنن. نعمتای الله به اینا کده تعجب میکنی. خب یهودا خب ولی ناسپاسی کرد، الله تو عذابام داده. یک کسی که نعمت الله رو ناسپاسی کنه. و ظللنا علیکم الغمام، ظللنا سایه کردیم، ستر کردیم به شما، به سحاب غمام ابر، من حر الشمس از گرمی آفتاب، مثل سایبان گردانی، مثل که چتری باشد سر این استاد می هیچ نمیره. شاید یک ساعت بعد 2 ساعت بعد برای 1 ساعت وسو می شده که آفتابیشان بس زیر سایه می آمدن، یا یک سهش آفتاب بود دلشان می شد پس می آمدن زیر سایه. این ابر بود، درخت مرخ چیز نبود. و انزلنا علیکم المن و سلوى، نازل کردیم به بالای شما من را، انعام کردیم به انواع طعام شراب بدون تکلیف، کاربار هم نمی کردن. من مثل عسل نازل می شد یا کتاب یک جش می کردن می نوشیدن. قول ربیع ابن انس. سلوى طیر است، پرنده است که مشابهت با بودنه داره، بسیار طعمش مزه داره. جمهور مفسرین میگن می آمد اینا می گرفتن، ولی الله برشان گفته بود ذخیره نکنین براتون می آید، یا ذخیره هم کردن دیگه گفتن صبر هم نمی کنین. کلوا من طیبات ما رزقناکم، الله می گفتیم بخورین پاکیزه چیزایی که ما براتون دادیم، زکو ما برات حلال است، بخورین بنوشین و بخورین، زیر ابرها باشین. یا چی کردن؟ و ما ظلمونا، ظلم به بالای ما نکردن، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، به می نعمتها کفر کردن. و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتما، و اذ
قلنا یاد کو زمانی را که گفتیم ما ادخلوا داخل شوین ای یهودیا هذا القریه دینمی شهر فکلوا بخورین من هذه شهر حیث شئتم هر جایی که میخواین رغدا فراخ فراوان بخورین وادخلوا الباب سجدا داخل شوین در دروازه شهر سجدا به سجده کننده و تعظیم و احترام الله را کنین وقولوا حطة و بگوین گپ ما مغفرت گناه یا الله گناه ما را ببخش این کار کردین نغفر لكم خطاياكم میبخشیم ما گناه شما را و سنزید المحسنین زیاد میکنیم از برای نیکوکارا. خب الله میگه دیگه نعمت یاد کنین. از میدان دشت تی بیرون شدن الله حکم کرد که در بیت المقدس داخل شد. وقتی که در شهر برین به سجده برین کلانکاری نکنین و بگوین یا الله گناه ما را ببخش. این بدبختا چی کردن؟ وقتی که برین گفت اونجا و شهر فتح دیگه حاجت چی نیست کل نعمت ها یا دیگه عوضی که با عاجزی برن این طوری که در رفتن. خب سر پشتای خدا نه این چیزش کته بغلای خودی تو کتا رفتن که ما خب بندای خاص الله هستیم. و الله گفته بودشان بگوی مغفرت گناه یا الله ببخش. اینا گفتن گندم جو جواری گندم جو جواری همی استغفارشان نشد. همون سخن هم تغییر دادم گپی که الله گفت. الله یک عذاب آسمانی طاعون سرشان نازل کرد یک مردار شدن مصیبت ها آمد سرشان. هر نعمت الله را خود سپاسگزاری کنی. الله میگه ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کنی نعمت ها زیاد میشه. شکر عملی است. خب فکلوا منها حیث شئتم رغدا بخورین از میشار اکلا و هر طرفی که میخواین فریمان هر جایی که میرین. وادخلوا الباب سجدا داخل شوین در دروازه می قریه. این شهر کدام بود؟ مردم بسیار نظریه بعضی میگه شام بود بعضی میگه لبنان بود بعضی میگه فلسطین. راجی است که بیت المقدس است همین در فلسطین است. داخل شوین در دروازه شهر ساجدین لله سجده بکنین برای الله به خاطر شکری که شما را از میدان خلاص کرد. الله از این میدان خلاص کرد گفت در شهر برین با سپاسگزاری که نعمت‌ها ادامه پیدا کنه. او 40 سال در میدان تی میگشتن عذاب بود. خب تو عذاب الله هر قدر میگشتن برآمده نمیتونستن. چرا؟ به خاطر که گفت موسی علیه گفت برین در اینجا جهاد کنیم. گفت تو برو که ربت اذهب انت و ربک فقاتلا شما بجنگین ما اینجا ششتیم. موسی علیه السلام گفت در شهر داخل شوین شهر فتح میشه. گفت نه تا که این دشمنا از شهر نبرای ما نمیریم. گفت نیروهای نظامی از شهر برآمد بعد ما داخل میشیم. این را هر کی کدام میتونه که هیچ که در شهر نباشه نیروهای نظامی هر کی میتونه بره. این تو مردمای ظالمی بودن. خب گفتن اینجا بسیار نیروهای نظامی قوی است تو میگی برو جنگ میشه. اینا برن جنگ نشه ما داخل میشیم قرار سر چوکیا یک ما رئیس دیگه ما وزیر میشینیم. این که با جنگ بریم و این تو داخل شیم جنگ کردن نمیکنیم. کدام جای ما اوگار میشه نکو ما را فرض نگی. این تو مردم بودن. خب این ظالما. خب الله یار 40 سال جزا داد در میدان میگشتن هیچ بیرون شده نمیتونست. چند نسلشان مرد دیگه که آمد الله گفت حال در شهر داخل شوین به تعظیم جزایتون خلاصه که اونجا نعمت ها بیا یا خرابی کردن. نه این حکم در دوران موسی نشده. این موسی علیه السلام وفات کرد دیگه نبی آمد. خب این باز تفصیلش حال ما زیاد تفصیل دیگه کردن نمیتونیم نه باید تیز بریم. خب وادخلوا الباب حالا ما بسیار گپا در ذهنم است کلش دلیت کردن میرم دیگه نه پاکدیش میرم تو پیش شوید. این میام یک سوال است که چطور نه جواب داخل اگه سوال کردین میگم جواب بده. وادخلوا الباب داخل شوین در دروازه شهر سجدا ساجدین سجده کننده که شکر نعمت که شما را میدان الله خلاص کرد. و قولوا حطة بگوین که حطة چی یا ربنا حط عنا ذنوبنا ای رب گناه ما را بریزان واغفر لنا خطایانا خطای ما را ببخش گناه ما را بریزان حط عنا و سوال ما مغفرت است یا الله ما را ببخش یا الله ببخش به خاطر که گناه کنین نه 40 سال اونجا عذاب بگو ما را ببخش ما را مغفرت کده برین. اگر این گپا گفتین این کار کردین عملی که به سجده برین و اگر این کار کردین نغفر لکم خطایاکم گناه شما را الله میگه میبخشم
غیر از این گناهتان میبخشم و سنزید المحسنین، برای کسایی که اعمال نیک میکنن دیگه هم نعمت‌ها را زیاد میکنیم، اجر دنیا و آخرت هم میدیم. رسول الله صلی الله علیه و وقتی که مکه فتح شد، خب در نزدیکی حدیبیه که رسید، اموجه ششت صحابه را گفت که بسیار به تعظیم داخل شد که این نعمت الله است. رسول الله صلی الله علیه و سجده کرد و تو به سجده سر خدا پایین گرفته بود، استغفر الله الحمدلله استغفر الحمدلله گفته داخل شد. کل صحابه گفت نشوه که قوم بنی اسرائیل ولی تکبر کنین، الله براتان قوت داده که باز می دشمن الله سرتان مسلط کنه، مکه پس عقب نشینی کنید. امی آیت یادش آمد. خب در سال 8 هجری رسول الله صلی الله علیه و مکه را فتح کرد بدون جنگ، ولی صحابه خودشان به تعظیم داخل شد در خانه کعبه سر خدا و صحابه هم گفت که بعد به سجده برید. سجده انحنار می، سرتان پایین باشه، تکبر نکنید، نگوین که نیروهای ما قوی شده. نیروهای تو را کی قوی کرده؟ الله قوی کرده. و دیگه رسول الله صلی الله علیه و استغفار الحمدلله گفته داخل شد. خب اینا چی کردن؟ الله این گپ برشان گفت. چه گپ آسان. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل تبدیل کرد کسایی که ظلم کرده بودن گناه. چی را تبدیل؟ قولا سخنی را که برشان گفته شده بود و عمل کردن، یا اخذو غیر الذی قیل لهم، گرفتن عمل کردن بغیر از اون سخنی که برشان گفته شده بود. فانزلنا علی الذین ظلموا، نازل کردیم به کسایی که ظالما بودند، رجزا من السماء، عذاب از طرف آسمان، بما کانوا یفسقون، بسبب ازی که همیشه فسق میکردن. فسق نافرمانی الله را میکردن. اینا چی کردن؟ الله میفرماید که فبدل الذین، بدل بعضی می غیر، تغییر داد ظالما آنچه که الله امر کرده. قولی را که برشان گفته شده بود غیر الذی، غیر از قولی که برشان گفته شده بود. دیگه چیز گفته. الله برشان گفت که به سجده برین، یا یصحفون علی استاهم، یعنی با پشتای خدا. خب می رفتن، این تو با پشت رفتن، پشت خدا ندور دادن، قسمی با پشت رفتن. خب که حالا ما خود نزدیک شهر شدیم، مثل که یکم خورترک بودیم یکم ساتیری میکنیم با پشت، بعضش هم تو خدا بالا گرفته را بسیار به تکبر. فال ما آمدیم دیگه در این شهر داخل میشیم. گپ تغییر دادن و دیگه چی کردن؟ گپی که برشان گفته شده بود که قولوا حطة، یا الله گناه ما را ببخش، اینا چی گفتن؟ حبة فی شعیرة، حطه تا را به با تبدیل کرد. یه حدیث بخاری. گندم دا جو، گندم جو، گندم جو، گندم جو، گندم جو. گفت که اینجا شهر است نه، گندم جو ما میخوایم. این تو گفتن و به امر الله مسخره کردن، استهزا کردن و کافر هم شدن. خب الله میگه فانزلنا، نازل کردیم به کسایی که ظلم کرده بودن، رجزا من السماء، عذاب از طرف آسمان، طاعون آمد، بما کانوا یفسقون، بسبب که نافرمانی میکردن. بعضی هم میگه که در یک روز طاعون آمد، مرض است یک دانه میبره، 70,000 نفرش مردار شد. 70,000 در یک روز 70,000 نفر بمره. جنازه زیر چه قسم میخوان؟ یک حال قبرکنی بود، مصیبت جور شد. عذاب الله یک دقیقه است. پس تکبر سعی کنین. اینا چی کردن؟ عملی که الله برات میگه، خب این بدعت میست. بدعت اینجا تقبیح کرده کلگی. الله گفت این قوله بگوین، اونا حبتون گفتن. رسول الله صلی بعد از فرض میگه بگوین اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا چی میگن؟ اللهم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام فعینا ربنا بسلام و ادخلنا دار السلام. این تو گفته میره، پیش خود زیاد کرده میره. این بدعت میشه خطرناک است. خب کل بدعت ضلاله. یا برش میگی که در نماز الحمدلله را بخوان، او یک چیز دیگر هم میخوانه، نمیخوانه الحمدلله. یا میگی یک رکوع بکو دیگه، میگی به اطمینان بخوان، آهسته بخوان، یا الحمدلله بالحمد الله اکبر، سیده میره در سجده سبحان سبحان، میگه وقت بی بالا شد. به طریقی خود میخوانه. خلاصه عید 2 دانه عید است، عید قربان، عید رمضان، این میگه نوروز هم است، یلدا هم است، براتی هم است، چقدر عیدای دیگه، روز زنا، روز اطفال، روز دیقان، روز معلم، روز فلان، روز فلان، اینقدر جشن‌ها جور کردن. نه الله در قرآن میگه ذکر که میکنین
لا اله الا الله افضل ذکر رسول الله میگه لا اله الا الله. یا چی میگن؟ لا اله الا الله الا هو با هو. لا اله الا الله تنها هو شد. حالا خود تغییر دادی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. دیگه سخن گرفتن. اون چیزی گفته شد او را تغییر داد. اینی چی میشه؟ یه عذاب داره. این ذکر نیست. الله میگه وقتی که ذکر میکنین الا بذکر الله تطمئن القلوب، این دیوانگی میکنن. نه ایت تو خستک میزنه، ایسو خیز دی، اوسو خیز دی، ایسو ملاق دی. چی گپ شد؟ جذب شدیم ما. جذب میگه. خب جذبات است. دروغ میگن. اگر جذب میشه یک پیر بیا که مریدش در 14 منزله وزارت مخابرات بالاش میکنیم، پایش کشال میمانیم، میگه میگه جذب شدی، خطا خوردی، خوب بسیار خوب بگی دیگه. امام شافعی هم تو میگه این دو وقت می بعد صوفیا پیدا شد. میگه هر کی جذب میشه در کو بالایش کو، در نوک اکسنگ و نموشه بخونه ذکر کنه، اگر جذب شد خطا خورد صحیح است. او جذب خویش که نمیفهمینی، ولی اونجا میفهمه که زیر خطر است، جذب نمیشه. خب سر توشک و فرش مسجد جذب میشه، اوسو خیز دی، ایسو خیز دی. الله میگه رقص نکنین، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. با استا الله را یاد کنین، ذکر کنین. این رقص میکنه و موسیقی مینوازه و چیق دلا اسپیکر چیق میزنه. لا اله الا الله الا الله الا الله الا. یک دفعه شد در اسپیکر 20 نفری شروع میکنه. چی میکنی؟ ذکر میکنه. و ذکر نیست. بسیار خطرناک است. خب کلمات شرعی را تغییر دادن، طریقه عبادت را تغییر دادن، خطرناک. سر اینا عذاب آسمانی آمده. خب سر اینا عذاب آسمانی آمده. و اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. یاد کو وقتی را که طلب آب کرد موسی علیه السلام لقومیت برای قوم خود، فقلنا ما گفتیم اضرب بعصاک الحجر، بزن بعصایت حجر یک سنگ را، فانفجرت منه 12 عینا. هر وقتی که موسی علیه السلام سنگ که عصا زد فانفجرت جاری شد، خیز زد آب. منه از امی سنگ 12 عینا، 12 چشمه، 12 ناله آب خیز زد. قد علم كل اناس مشربهم، بدون شک میدانست هر جماعت از اینا جای امو مکان آب نوشیدنشان را. بعد از الله میگه ما گفتیم کلوا بخورین و اشربوا بنوشین من رزق الله، از رزق الله، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نگردین در روی زمین فساد کننده، فساد نکنین. الله متعال دیگه نعمت در اینجا بیان میکنه. یا که در میدان تیهی آمدن، در میدان اینجا آب نبود، گفتن ای موسی آب بده. موسی السلام دعا کرد یا الله آب نیست. الله گفت دینمی یک سنگ بود، 4 کنجه بود، مربع شکل. این تو این قسم بلند، شاید که بعضی میگه 1 متر درازیش 1 متر مربع، یک در یک، بعضی میگه نیم در نیم یا 2 در 2. موسی علیه السلام که زد دمی سنگ، 3 دانه نل از این طرفش برآمد، 3 تا نل آب از این، 3 تا از یک سنگ خالی. یا 12 قوم بودن، 3 قوم دو طرف، 3 قوم دو، 3 دهی 3 دهی. هر کدامیشان می آمدن سطلا را می ماندن، آب می بود. از یک سنگ دوامدار آب می آمد. سنگ قدرت الله. این هم در میدان است. گفت که آفتاب اون ابر آمد، نان نیست، من سلوا آمد. خورده رایستن و آبم بهترین آب تصفیه شده را نوشیده رایستن، ولی ناسپاسی نعمت ها را کردن. شما دیدین که چی کردن؟ الله میگه دیگه نعمت سعی کنین، نعمت دیگر. استسقا طلب آب، نماز استسقا، نماز طلب چی؟ باران آب، طلب آب کردن وقتی که وجود نداشت. الله چی میفرماید؟ میگه ما برش گفتیم که فقلنا ما گفتیم اضرب بعصاک الحجر، بزن بعصایت الحجر سنگ را. این بیابی در کجا بود؟ در میدان تیهی. میدان تیهی در سورت مائده نام میدان تیهی گفته شده. فقلنا گفتیم اضرب بعصاک الحجر، بزن یک سنگ را، هر سنگی که است. آب خیز میزنه به قدرت ما چشمه ها. بعضی میگه یک سنگ خاص بود، نه یک سنگ. موسی علیه السلام که میزد فانفجرت، فلما ضربت، این فانفجرت که است فعلش محذوفه. فلما ضرب موسی، هر وقتی که موسی علیه السلام که دم سنگ زد فانفجرت، خیز زد آب منه از این 12 عینا،
12 چشمه شد، آب خیس میزد. در دیگه صورت ها الله در صورت اعراف میگه فم بجسد، اول آب آهسته آهسته آمد پس آن تیز شده رفت. باز به قدرت الله در اون وقت آب تعیین بود، وقتی که آب میگرفتن خودش خشک میشد اتومات، پس که میامدن حرکت میکرد، هیچ حاجت چی نبود. مثل که حالی در قرن ما و شما نو یک چیز کار پیدا کردن، این تو که دست پیش میکنی آب میاد، این تو کش میکنی قید میشه. نه؟ اگر شما دیده باشین بعد نلا هست. خب و دیگه یک چیز دیگه هم هست که دست خشک میکنه، پیش میکنی فش از میاد دست خشک، پس ایسو میکنی بس اونو برق خود نزدیک میشه چالان میشه بس میشه این شاخو دیده هر آب هم میتوره. صد میموندن میامد میگرفتن پس قید میشه. الله تو یک نعمت کرد. خب اینجا سوال پیدا میشه که یا خب 12 قوم بودن جنگ نکردن که میگه ما از جا میگیرم اونجا. الله میگه قد علم کل اناس مشربهم، هر جماعت امو مکان آب خدا نمیشناخت، هر قبیله تا که جنگ نکنن. الله گفته بودی از فلانه یکی در دیگهش نمیرفت، هر کی دم نال خود استاد میشه. بعد از الله میگه ما گفتیم کلوا بخورین و اشربوا بنوشین من رزق الله، از رزق الله. رزق الله چرا الله میگه ایرا؟ به خاطر که بدون سبب میامد. خب اگر این دیگر رزقام از جانب الله است ولی بدون سبب. این رزق یعنی کار و بار ندارین شما. سعی که الله گفت که کلوا من المن و السلوى، من و سلوا بخورین و اشربوا من هذا الماء، از یاب بنوشین. من و سلوا را بخورین این یابتان بدون تکلیف، نه بل برق میتین نه آب میتین نه دیگه. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نگردین در زمین فساد کننده، طغیان نکنین. ولی اینا چی کردن؟ این بدبختا بودن فساد شروع کردن. اینا لسک فسادشان. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آل الله ناسپاسی از ظالم را بیان میکنه و بعد دیگه نعمت پسان میگه. یاد کو میگه وقتی را که ای بنی اسرائیل قلتم شما گفتین از برای نبیتان که موسی علیه السلام بود و در صحرا بودین من و سلوا میخوردین آب زیبا را می نوشیدین. چی گفتین؟ لن نصبر علی طعام واحد، هرگز صبر کرده نمیتونیم. و اذ قلتم راستی ترجمهش ما وقتی که شما گفتین ای موسی لن نصبر، هرگز صبر کرده نمیتونیم علی طعام واحد، به یک غذا. فدعو دعا بکو ای موسی لنا از برای ما ربک از رب خالقت، یخرج لنا که بیرون بکنه از برای ما مما تنبت الارض از آنچه که زمین می رویانه. او چی است؟ من بقلها، بقل ترکاری باب پالک و گندنه و این چیزا، و قصائها دیگه قصا بادرنگ تره، و فومها سیر پرتیم که خوشبو شو، و عدسها پیاز، و عدسها نسک ماش و نسک، و بصلها و پیاز. قال گفت موسی علیه السلام اتستبدلون الذی، آیا شما بدل میکنین الذی آن چیزی هو ادنا کو پایین است ذلیل است بالذی هو خیر، با آن چیزی که دو خیر است. اهبطوا مصرا پایین شوین دینی شهر فإن لكم ما سألتم، بدون شک برای شما آنچه است که میخواین برین در شهر کاروبار کنین پیدا کنین. و ضربت علیهم الذلة، زده شد به بالای زنا ذلت، و المسکنة مسکنة فقر، و باءوا بغضب من الله، گرفتار شدند به غضب از جانب الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك عذاب بسبب ازی بود که اینا کفر میکنند با آیات الله. و یقتلون النبیین بغیر الحق، میکشتن انبیاء را به ناحق. ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون، عذاب بسبب ازی بود که نافرمانی میکردند و همیشه تجاوز میکردند. اینجا الله ناسپاسی از این مردم بیان میکند. چی گفتن؟ قلتم گفتین ای موسی لن نصبر على طعام واحد. طعام واحد اینجا سوال پیدا میشه، خب طعام یک قسم نبود، من و سلوا دو قسم است. جوابش است که یعنی یک نوع طعام است، من و سلوا یک نوع است.
هر روز گفت اینمی عسل است و دیگه می گوشت پرنده است، ما میخوایم امی غذا تغییرات دی بیه. فقط بگو که بخیر دیگه بچهای خانزاده هاست اینجا 6 تا فرمایش داده میرن. نه حالا شما چی کاره هستین؟ به کار و بار برتان میه فرمایش داده میرن. صبر کردن نمیتونیم. لن چی معنا؟ این دیگه حوصله ما خلاص شد، مشکل ما رو حل کن. موسی علیه السلام دیگه کی میتونست که بگه یا الله برای ازیاد ترکاری بابام بیرون کنه؟ حالا چی میگن؟ فدعو لنا، دعا بکو ای موسی از الله، از برای ما، ربک از ربت، یخرج لنا، که روزی بتا غیر از این طعام. ما خب بسیار سیر شدیم از من سلوا، بد میبریم. حال اراده داریم که زمین امی ترکاری باب این چیزا بکار، دانا باب ترکاری باب. میفهمیدن که دعای ما قبول نمیشه. موسی علیه السلام بسیار به الله نزدیک است، را قبول داشت. و اینمی وسیله به انسان نیک زنده را اینمی هم ثابت میشه. وسیله در دعا آدم نیک پیامبر بود زنده باشه، مرده نیست. مرده خواسته و مرده وسیله نمیشه، زنده میشه. این فدعو لنا در اسلام هم تایید شده، احادیث آمدگی است. یخرج لنا، که بیرون بکند ایرب از برای ما مما تنبت الارض، آنچه که زمین می رویاند. او چی است؟ من بقلها، ترکاری بابش، مثل نانا، گشنیج، گندنه، پالک، اینمی چیزا دیگه، مثلا کاهو، تراتیزک، اینمی ترکاری باب همی چیزا که ایره دم سر چی بانیم می پرنده که میان همونجا بچینیم با شروع کنیم. خب دیگه چی؟ و قثائها، بادرنگ باشه، تره باشه که ایره ما تو پوست کنیم دم پالوش بانیم. خب دیگه چی؟ و فوم یا سیر باشه که ذره پرتیم خوشبوشه و همین چیزای ما. سوم میگه، فوم سوم. و عدسها، عدس چی را میگه؟ مشهور است اینمی نسک میگه، مثل ماش باری. این باشد که سابق شاید از این چیزا میخوردن، گفتم چی ماش و نسک باز بسیار خوب است. حال فایده هایش دکترها میگن شاید اینا امور خوش داشت خورده بودن. و بصلها، و پیاز بیاد که اینا بخوریم اشتیای ما خوب زیاد شد. و پیازی که بخوریم دیگه هم خوراکت زیاد میکنه. نه اینی چیزا باشه. این چیزا خود زمین است، نه مما تنبت الارض، خود از آسمان میامد. الله میگه اینا آنچه که در زمین میاد خو کاروبار میخواد، زحمت میخواد، دهقانی و کاروبار این زحمت ها. نه خیلی تو کرد که فقط چیزا میخواین فرمایش برین دیگه در شهر اونجا کار کنین، برین زمین ها را کش کنین باز پیدا کنین، یا کاروبار کنین برین بخرین. این نعمت ها را الله سرشون بند کرد. همین تقاضای زیاد کردن، نعمت شد بند شد. قال تستبدلون الذي وعدنا بالذي وخير، قال گفت برای جناب موسی علیه السلام انکار کرد. ویحکم، هلاک شوین شما. گفت آیا بدل میکنین چیزی که ادنا خسیس است، پایین است، ذلیل است، بن نفیس بالذی و خیر، با آنچه که او بهتر است. شما پیاز و سیر و دانه ها را ایره در من سلوا ترجیح میتین. من سلوا گفت نه، و گفتن این نمیشه دیگه. بیا پیازی چیزا، یعنی این چیزا خودان بوی میته. پیاز رسول الله هم در زندگی خود پیاز خام نمیخورد. از امت میگه کسی پیاز میخوره در مسجد نبیه. سیر میخوره سیر خام نبیه، دانش بوی میته. دان باید پاک شود. گندن هم دان گنده بوی میته. نه همین که خوردی اولش خو چیز است، نخو که خوردی خام میشه، باز خوب دندانای تا مسواک چی بزن، برسی گپا. رسول الله هم خودش چی نمیکرد. یکم تا ببینیم پیاز میخوره تو لاش بوی میته دانش. در این نماز که استاد میشه که فشس میکنه، بیخیم این نماز سر آدم وضعش خراب میکنه. ها یک نفر در پالی ما استاد شد، تو وضع ما خراب کرده، این خود هر چی تو میگرفتم نمیشد. خب این تکلیف میکنه، خشوع از بین میبره. نه خود از او خود یاد. رسول الله هم میگه که من اکل من هذه نتنات، از این چیزای بویگین کسی که میخوره فلا یقربن مصلانا، در مسجد حاضر نشه. در مسجد لباس پاک عطر بزنی، پاک زیبا صفا بیایی. یکم تو بسیار مردار میاد که لباسای بد میانی.
خب وقتی که موسی علیه السلام چیزی که آسمانی میاد، چیزی که مفت میاد، ایره شما گفتین اهبطوا مصرا، پایین شوین در شهر، داخل شوین در شهر از شهرها، شهر از شهرها برین تا که چیزها را پیدا کنین. فإن لکم ما سألتم، بدون شک از برای شما است آنچه که میخواین، آنچه که حال سوال میکنین تقاضا دارین اونجا برین و اونجا مفت نیست دیگه. نه اینا ذلیل شدن و ضربت علیهم الذلة، ضرب سکک میکنی یعنی التزام میاد، چسبید زده شد به بالای از اینا، این ذلت از اینا دور نشد. از ذل و الحوان، ذلت رسوایی و مسکنت و فقر که همیشه در زندگی از این یهود میتونه، حتی حالی هر قدر سرمایه شد چشمایشان گشنه است. کتب الله الفقر بین ایدیهم، فقر در بین دو چشمشان عینیهم نوشته شده است. ارق اینمیال سعی کنم کشورهای کفری امریکا چقدر کلان است، هیچ دلش یخ نمیکنه اینجا آمده. می افغانستان هم میگیرم، پاکستان هم، کل دنیا از او شب مریخ هم میگیرم، کل دنیا میگه باشه. اینجا یهود سر قدرت است. خب یهود است در امریکا. همین دونالد ترامپ هم که هست هم یهودی ها کامیاب کرد. حال بنیامین نتانیاهو چی گفته؟ که زود همی چی را بشناس ما را به رسمیت، و او هم گفته که من سفارت خود در قدس انتقال میتم. امریکا گفت در بیت المقدس، که این من حیث خاک اسرائیل و اگه سابق فیصله کردن که مربوط فلسطینی هست، حالا میخوان که میره به اسرائیل بده. هر قدر سرمایه‌دار شو فقیر ذلیل هستند. و باءوا بغضب من الله، گرفتار شدن به غضب از جانب الله. غضب الله این غیر المغضوب علیهم کی بود؟ این میاست یهود است. خب بازگشت کردن به غضب، سخت قهر شدید الله گرفتار شدن. چرا؟ ذالک ای عذابی که به اینا رسید، این غضبی که به اینا رسید یک جرم نداشتن، بسیار بود. یک جرمشان بود که گفت ما اینا نمیخوریم دیگه. بیانم کانوا یکفرون بآیات الله، همیشه کفر میکنن با آیات الله. هر که پیامبر میامد دعوت میداد این کفر میکرد، انکار میکردن. و یقتلون النبیین بغیر الحق، میکشتن انبیا را به ناحق. بسیار آیات هست. یهود انبیا را کشتگیست. پیامبر سعی کنین در دعوتش مردم نبی را کشتن، نبی شهید شده. و یقتلون الانبیا در سورت آل عمران میگه قل فلم تقتلون الانبیا، چرا انبیا را کشتین ان کنتم صادقین، اگر راست میگه. یعنی نبی که دعوت داده مردم کشتش، در راه دعوت مردن، انبیا شهید شده. خیر است. ما و شما با حق استوار هستیم، اگه کسی ما را کشت بلا در پادشاه، در قصه شان نیست. درجه است. خب یکم تو میگه گمش کن نمرم، می تو خود نمیشه، مرگت خب میاد زیل یا بمری خوب است یا یک بدین بزنید. تا شهادت خوب است، کدامش خوب است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله کسی که شهید شد مثل که یک کیک میگزیش، کیک در بدن باشه میگزید نمیفهمیم. مرگش تو آسانه. مرگ غیر شهادت گناه هم باشه اوه، مثل که گاو زنده پوست کنی، پوست شکش کنی، یعنی تو را چه قسم میشه، چی چیق میزنه. مرگ شهادت بسیار درجه داره. انبیا اینا در جهاد نبودن، در دعوت بودن، مردم کشتش. بسیار علمای برق امیال میزنن، در ایراد زدن، در کاپیسا زدن، در اونجا زدن. دیگه را میترسانن که میکشیم بتان. ما نمیترسیم، میکشید دستت حالا. تو فقط بگوی که همیشه زنده هستی، ای تو مردار شوی. کسایی که انبیا را کشتن الله میگه که باو به غضب من الله، به غضب الله گرفتار شدن. چه عذابا سرشان آمد. تو هم میموری اونجا، لاشت میفته، به اطلاع دوستان رسانیده میشی زیر زمین. فاتحه گیری در چه اعلان میشه؟ در ایدگاه کلگی باز میانم تو قوه تشریفات. حالا میره امی صدر اعظم چی سفیر روسیه نه چطور در جای خوب همین نشسته بود، پرقص کرد به پشتش مردار شد میشه. نه چه قسم مردار شد؟ فکر نمیکرد که اینجا مرگ باشه. نه هم چهار پلاق افتیده بود. قوه تشریفات آمد بردندش در روسیه، قهرمان دنیا معرفیش کردن. برو قهرمان، باز الله کتید میفهمه، پیش مردم قهرمان باش. الله کتید کار داره. یکم تا چی میگه میکشیمت. او بچه خودت زنده هستی، نمیموری، کشتی کشته میشی، مردار میشی. ما کسی که حق بیان میکنه از مرگ نمیترسه، میترسه. حالا اگه من بترسم بیان کردم میتونم؟ نه والا امیال خطر است که اونجا 1000 تا سر معامله کنه، در قصهش نیستیم.
کت میزنن. فلانا مولایی را کش میگه فکر تا بگی. فکر من گرفتیم. فکر من است ولی مرگ از خود دور کردن نمیتونم. هر قدر فکر ما بگیرم میمرم. آلمو صدر اعظم روسیه امو سفیر ایتو فکر خدا گرفته و چند بادیگارد هم تو استاد. کسی را نزنه. پرقص شد از پشت سر بادیگارد زد. همون کسی که محافظ است. اما محافظین ترکیه برای ازی تعیین شده و همون زدش. بازی رو چی میکنی؟ خود بادیگارد که مرمی در فرق دیابا چی میکنی؟ همون کسی که سرش اعتماد داری که نگاهت میکنه نه؟ و همون مرمی را دور میته در کلید میزنه یا در قلبت میزنه. باز چی میکنی؟ احتیاط بکن. گفتم احتیاط کردن رایستیم ولی مرگ تعیین است و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. هیچ نفس نمیموره مگر با حکم الله. کتابا نوشته شده معجلا تعیین است. وقت تعیین است. این که میگه اونجا نرو میموری اونجا نرو میموری. یک وقت ما را میگفت که بچه‌م در موتورسیکل بالا نشو میموری. میترسیدیم میگفتیم موتورسیکل میکشن. در این موتورای چی هم نرو گمش کو بسیار میدوانه میموری. خود کدام بریم در موتورای سرویس که آهسته میره. حالا سرویس هم خود چپا میشه باز میموری. هیچ تو میشه. نه نمیشه میگه پا. در بایسکل نرو میموری. در فلانا جا نرو میموری. در ولایت ها نرو میگه سودا یک جایی نشین بچه. همین زنها زیادی گپا میزنن. خب چه میگه کل فامیلت یک جایی در موتر گرفته نبیه که سودا یک جایی نشه. مال سودا یک جایی چی معنا؟ کل تان یک جایی گفتم کل ما یک جایی بمریم مرگ باشه میمریم. در موتری که بیایم امروزی که بیایم 4 ماه بعدم که مدام وطن بیایم بازم میمرم. میگه زود نبیه که نموری بچه. در وطن ما که ما میریم میگه بچه‌م زود نبیه سودا یک جایی نشی. گفتم چی گپایی میزنی؟ عقیدت خوبش نیست نه؟ گزاره تا کو بچه‌م ای تو نشی و تو نشی. اگر من گپ مادرم بگیرم هیچ نباید اینجا بشینم. خب قرار در پالیش بشینم و میگه هیچ کار نکنم اینجا بشی بچه‌م بیام به مخرج تامت. گمش کو میگه دی پانتون ما قبوگی نمیمن مجد تا میلابت پانتون کلی چیزا میجا بیاد پالی ما. گزاره تا کو بکن شوله تا بخو پرده تا بکو. ما گفتم دوران ظاهرشاه بود شوله تا بخو پرده تا. حال دیگه دوران. حال ما شوله خوری نمیکنیم. حال پلاو میخوریم. یک روز زنده باشیم پلاو خور باشیم. چطور؟ شوله خوری نمیکنیم. 1000 سال باشی کت شوله. چی بدت میخوره؟ 4 روز پلاو بخور مرگ آمد میری خلاص. همو خورده خوب بمری نه؟ ولی پلاوی که یعنی قوی کار میکنیم به اسلام پلاو را میخوریم. کسی زد بلاده پسش بیدیم. درجه است پیش الله. از الله عافیت میخوایم که الله ما را نجات بده از شر ظالما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. دعا را میکنیم. و نجنا برحمتك من القوم الكافرین. از قوم کافر ما را نجات بده. ما خب بخیر همین ملت هستیم. میخوایم که این ملت در زندگی امن ثبات زندگی خوب باشه در رفاه باشه در آسایش. همین ملت ظالم که نمیخواد دیگه بالا در پسشان. چی کردن اینا؟ یقتلون النبیین انبیا را کشتن. یقتلون چرا گفته فعل مضارع؟ حتی خاتم النبیین اینا یقین کنین کشتن. پیامبر صلی الله علیه و اینا کشتن. زهر داد یک زن یهودی در گوسفند پخته کرد و زهر داد با اونمو مریضی رسول الله صلی الله علیه و دنیا رفت. پیامبر ما را یهود کشتن. ظلم من و یحیی را شهید کردن. زکریا را عرق کردن. ایتو کشتن زکریا. حتی بعضی مفسرین میگه که در صبح 3 نبی میامد میکشت 4 دیگه میامد تا بیگار 12 پیامبر هم میکشتن. دیگه هم بیار الله روان میکرد. ولی آخر مردار شدن شکست دین الله را از بین بردن نتونستن. هر کسی علیه دین الله قیام کنه ریشه را تاور در ریشه خود میزنه. این انبیا را کشتن چی کردن؟ هیچ نتونستن. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. ذالک الله میگه اینمی عذاب به سبب نافرمانی از یا و اینکه چی میکردن تجاوز میکردن. طغیان و تمردشان به احکام الله تعالی بود. الله اینا را دعوت میده که بیاین توبه بکنین ایمان بیارین. الله به ما شما توفیق بده. صلی الله علی نبی محمد و علی